اگر بخواید یک دغدغه خیلی جدی یا اگر درد دلی دارید به عنوان این 2-3 دقیقه پایانی برنامه امروز به بیننده ها بگید چی میگید؟ والا من چون به نظرم بیشترین سخنرانی تو دانشگاه‌های کشور من دارم، یعنی در سال حدوداً 100 تا سفر دارم، هفته 2 تا استان میانگین میرم و بیشترین سخنرانی تو دانشگاه است. مشکل ازدواج مشکل اصلیه. هر کاری میکنیم بیا مسئله ازدواج حل کنیم. امروز من یه نامه نوشتم به بزرگان مملکت که مشکل ازدواج یعنی ازدواج سومین نیاز بشر. اولین نیاز بشر اکسیژن، دومین نیاز بشر آب و غذاست، سومین نیاز بشر لباسه. قرآن گفته همسر لباسه هن لباس لکم. ازدواج رو باید همت کنیم. یه عده از عمرشو بگذارن، یه عده از سودشو بگذارن، یه عده از یه اتاق بگذارن، یه عده بیان نظر کنیم. هر کی وضعش خوبه. شما که 3 تا پسرات دومات شدن، حالا حضرت عباس اگر 4می داشتید دوماتش میگه یکی از جوونا پسر 4م شما. من 3 تا دختر داشتم شوهر دادم. حالا فرض کن اگر خدا 4 تا دختر می‌داشت به من میداد چه می‌کردم؟ بره 4می هم یه کاری می‌کردم. فرض کن یکی از دختر شما. بله. و خدا جبران میکنه. خدا جبران میکنه. من یه پولی گذاشته بودم برای عمره خودم و خانومم. یه جایی رفتم دیدم که دخترهای یتیم عروس کردن و ما رفتیم برای سخنرانی، همه چادر سفید، هم بچه یتیم. بغض گلومو گرفت نتونستم حرف بزنم. 500 تا دختر یتیم اینا پدرشون نیستن، تو عروسی دوست دارن پدر باشه. خیلی خودمون نگر داشتم و اومدم بیرون و پول عمره رو در آوردم دادم بره جهازیه. چه خوب. خدا میدونه چند روز نشد یکی تو ما گفت آقا بدنم برات شده تو رو و خانمتو مجانی ببرم عمره. الله اکبر. یعنی آهش کشید و خدا سریع جبران کرد و جای بود. اصلا بزرگ شما که مدیر بچه‌های مدرسه‌های استثنایی هستن، بچه‌ای که مشکل جسمی دارن، ناتوانی جسمی. اصلا میگه یه بچه مشکلی پیدا که حالا از دماغش از ادرارش یه چیزی طوری پیش اومد و این معلم اینو ضبطش کرد تمیزش کرد. بچه گفت که انشاءالله بریم کربلا. این به معلم گفت. فرداش یک کسی آمد تو مدرسه گفت که دیشب خواب دیدم که برو تو مدرسه بشین و اولین معلمی که میاد تو دفتر بگو باید بری کربلا. حالا من نمیدونم چیه، من میشینم یا مرتبه یه خانم من گفت این معلم اولین رو گفت شما به خرج برو کربلا. این زن جیغ زد. الله. گفت چیه؟ گفت دیشب این بچه کثیف را که تمیز کردم گفت انشالله بری کربلا. یعنی یه بچه فلج را دماغش رو پاک میکنی دعا میکنی مستجاب بشه. میتونیم یه دختر عروس کنیم یه پسر دومات کنیم. ببخشید. نه خواهش میکنم. نه خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم از توجه همه شما. اخلاص آقای قرائتی واقعا برای من به شخص بسیار بسیار تأثیرگذار بود.